گفتی عمر خیام دوستان سه نوع انگر بدانی، کنانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورای خود چون همی دوستای حاضره را علاکه در لابراتوار گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم مثال زبانی میشیده است، نانی میشیده است، جانی میشیده است. به نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه ایت را نگاه داره، همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمه کش بتیه بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نتی. دویم دوستایی که هستن زبانی هستن، مثال میاد در پیش بسیار خودشا ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودشا بسیار شیرین میکنه و قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان میده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر.